اتفاقات زندگیم را با تغییر دیدگاه هم نیز تغییر دهم. هر آنچه که در زندگی ما رخ می دهد به خاطر افکار و دیدگاه ما نسبت به زندگی ماست. پس در صورتی که دیدگاه و افکار ما تغییر کند، جهان نیز تغییر خواهد کرد. من در تغییر افکار خود مهارت خاص دارم. به نام یاد خداوند بخشاینده با عرض سلام و درود خدمت تک تک شما هموطنای عزیز. انشاءالله در هر گوشی از دنیا هستین، جور و صحت و سلامت باشین و لبهایتان پر از لبخند باشه. عزیزای دل، خوش آمدین باز هم به یکی از ولاگ های من در یونان. عزیزای دل، من کوشش میکنم بیشتر بر شما از برنامه بگیرم، به نشر برسانم و سبک زندگی من مثل همیشه بر شما از هم نشان بدم. ای که ما در جزیره، در یک کشور که آدم نو میره، چه رقم کارا میکنه، چه جایی میره، چه رقم زندگی خودم میسازه، چه رقم تا عادت میکنه، تا بلدیت پیدا میکنه. ولی دوستان امروز قرار است که با شما از بریم بیرون، به خاطر از اینکه بعض یک لباس اینا کار دارم و بعض چیزا به خاطر برنامه کار دارم، میخوایم اونا رو به خاطر ثبت برنامه کار دارم، میخوایم اونا رو بخرم. و یک چیز دیگه دوستان پرسان کرده بودن درباره ای که ستاره جان وقتی بیرون میری چه رقم با مردم حرف میزنی، چون زبان یونانی که میفهمید دوستا خیلی زبان سخت است. اصلا صحبت کردن در این زبان از دیدگاه من غیر ممکن است، به خاطر از اینکه اصلا نمیفهمی که تو سلامشان چی است، اعدادشان چه رقم است. خیلی مشکل است. ولی خوبی از دوستا که انگلیسی بلد هستن و من هم کمتون انگلیسی میفهم، کم قدر در حد از اینکه بتونم مشکل خود حل بکنم و بیشتر از گوگل ترنسلیت استفاده میکنیم. جایی که مثلا انگلیسی نمیفهمن با می تلفن‌های خود مشکلات خود رفع میکنیم. ولی بازم خیلی عجیب است، خیلی هم سخت است که آدم بخواد که مثلا یک زبان را یاد بگیره و یا هم در کشور که جدید میره زبانش رو بخواد یاد بگیره، خیلی کار مشکل است. دوستان ما آماده شدم، میخوایم که با شما عزیزان یک جای بریم به طرف بیرون، ببینیم که بیرون چه رقمه و همچنان بعض چیزایی که لازم دارم اونا رو هم بخرم. تو بعض اگر شد در میرا رفتن در کانکس هم بر شما از ویدیو میگیرم و ببینین که شهر بازار هم چه رقم است و بعض خریدها هم داره، اونا رو هم میکنیم با شما از لباس خوش میکنیم، گرفته میاریم و ببینیم که آب هوا اینجا که من میشه تعریف میکنم دوستا همیال خیلی خوب است و یک قانون خیلی جالب داره اینجا خرید بازار اینا که حالا که برآمدم برای شما عزیزا میگم. دوستا در بسته کنم، قفل کنم، در ادامه با من همراه باشین، من تنها نمونین. امروز قرار است با شما عزیزا بریم یک چکر و طرف بیرون. عزیزای دل آمدیم بیرون و داخل کانکس هستم. فعلا اینجا فیلم برداری مشکل نداره که فیلم برداری کنم، باز بیرون که بریم باز جنجال ساز میشه. با مخاطر اینجا میگم دوستای عزیز اینجا یک قانون خیلی عجیب غریب داره ای که زمانی که بیرون یعنی بازار شهر بازار اینایشان از ساعت 9 صبح تا ساعت 1 باز است. ساعت 1 جوش وقت است که مردم مثلا از خواب بیدار میشه، کاراش خانه رو خلاص میکنن میرن بخرید. تمام مغازه بسته میشه تا ساعت 5 بجه. ساعت 5 بجه که شام میشه دوباره مغازه باز میشه که مردم میتونن برن بیرون و خرید بکنن. امروز هم من تایم چاش رسیدن نتونستم، حالا که تایم دیگر شده میریم به طرف بیرون که بر شما عزیزا بگویم که چی میخریم بخیر. و بله دوستا قسمی که میگفتم ساعت 1 بجه همه جای بسته میشه تا ساعت 4 تا 5 دیگر دوباره باز میشه که مردم میتونن برن مثلا هر خریدی که دارن بکنن دیگه. بعدیش هم است یعنی ساعت 1 بجه تا 5 بجه در هر مارکت مغازه بس از مارکت خوراکی سوپرمارکت اینا دیگه جایا مثلا که لباس بخری و یا هم جایی که مثلا میری تلفن اگه بخوای بخری، کردیت اگه بخوای شارژ اینترنتی فعال بکنی، همش بسته می باشه دیگه. به مخاطر یا باید از طرف صبح بری یا باید از طرف بعد از شاش تمو دیگر بری. و یک خوبی دیگه هم داره که زود تاریکی نمیشه، مثلا شاید 6 و نیم 7 بجه کم کم رو به تاریکی میره. با خاطر ما مبارک رمضان باید کم خرید بکنیم، ولی خرید ما مبارک رمضان در برنامه نمیکنم، ان شاءالله در برنامه بعدی. اما تو میریم بالا دوستای عزیز، با ما همراه باشین که امروز هم شما یک چکر به طرف شهر بازار بکنیم. بیرون وقت بیرون یک فضای خیلی خوب و آب و هوای خیلی خوب داره که شما میتونید ببینید دوستا و طرف دریا است و اونو کشتی که میبینید اونجا شهر است.
یعنی بازار که مثلا داره به حساب یک بازار خیلی خرد داره. تا ما رستوران تا ندیدیم اینجا که مثلا رستوران داشته باشه، ولی مثلا یک بازار داره که هم چیزای ضروری که بخواد به یک خانه لازم است داره میتونیم بخریم. و من هم دوستا چند روزه که به خاطر لباس ها و اینا، به خاطر برنامه لباس دراز منظم کار دارم که متاسفانه اینجا لباس های دراز منظم پیدا نمیشه. خودتان میفهمین دوستای عزیز، اگه مغازه ترکامی بود شاید میبود اینجا چینایی هست کلن و لباس های دراز نداره. بازم امروز میرم که یک لباس مناسب به خاطر برنامه ها بگیرم و همچنان یک چکر هم چند روز میشد بیرون نرفته بودم و عزیزای دل دیگه تاکسی خواستیم. ما شماره تاکسی نداشتم، اونجا گوالنیک است که زنگ میزنه، بیرون پلیس است که زنگ میزنه و تاکسی هم گفت 5 دقیقه بعد میایه. من هم دیگه سوار تاکسی میشم و دوستا یک راه دیگه هم داره که راه پیاده روی براتون قبلا گفته بودم. از این جنگلا پایین میشی، او طرف پایین که میری باز اون قسمت در پلی دریا اون تو دور میخوری، مثلا میری به طرف شار که تقریبا 45 دقیقه راه است تا شار. خیلی دور است دیگه، خیلی هم حوصله میخواد. باز آدم اگه مثلا همراه دخترها باشه قصه کده بره قدر نمیفهمه دیگه. امروز هم خواهر عزیز ما که در برنامه که ما کمک میکرد فیلم برداری میکرد، امروز هم پاکاری داشت در خانه. یعنی مکانیکس ها باید حداقل 3 روز بعد 4 روز بعد یک دفعه باید پاکاری شه، به خاطر از اینکه اگر پاکاری نشه باز سوس پیدا میکنه. چون دوستان این جزیره نمی کم 4 طرفش دریا آب است و نم داره، مثلا به خاطر سوس پیدا میشه دیگه. پاکاری داشت، خیلی خسته بود، گفت اگه امروز میرفتم گفتم خیر باز دیگه روز بخیر حتما میرم تا قدم زدن میشه تفریح میشه دیگه. ما هم به مو خاطر گفتم باش خیام تو خودم تنها بیایم دیگه. از دل میریم بخیر به طرف شهر اینا. شما هم با ما همراه باشین ببینیم مارکت مغازه دیگه چی داره. بعض خوراکی هم کار است میگیرم و بخیر ببینیم که چه رقم شما از هم ببینید که بازارها چه رقم است، چه چیزا داره، چون در برنامه قبلی زیاد دکان و اینا رو نشان نداده بودم دیگه. این قسم از دوست عزیز شرایط دیگه نمی رقم است و یگانه مشکل که هست زبان، چون بلد نیستیم، زبان یاد نداریم. خیلی یک زبان جالب دارن دوستا، خیلی اصلا حروفشان نوشتهشان همش فرق میکنه. یعنی نه مثل آلمانی است که یکم به انگلیسی شباهت داره، نه انگلیسی است نه ترکی است. ترکی هم آسان بود دوستا، آدم یک ماه اگه 2 ماه باشه یاد میگیریم، ولی خیلی سخت زبان از اینا. حتی امروز که دفترم رفته بودم گفتم زبان شما بسیار گفتم سخت است، گفت نه اگر یاد بگیری خیلی آسان میشه. حالا گفتم دادلم اگر موی الف سی یاد داشته باشیم که آسان شه. خب دیگه ولی از دیگه لحاظا یونان خیلی خوب است، واقعا به زندگی کردن خیلی خوب است، چون شهر نسبتا ارزانی است. این جزیره قیمت است ولی میگن که مثلا شهرها و اینا ارزان است نسبتا و کاروبارم زیاد است، آب هوای خیلی خوبم داره. پس از دیگه تاکسی هم شاید برسه، سوار تاکسی میشیم، تصاویر زیبا و مقبول از ببینید و تا آخر برنامه هم مرا تنها
چیز داره و همه چیزای ضروری دیگه. دوست عزیز نمیتونم بگم همه چیز چون واقعا قدر کامل نیست، چون یک جزیره خیلی خرد است و مردم بسیار کم اینجا زندگی میکنه و مخاطر همون چیزای ضروری که مثلا برای مردم کار میشه و چون کمپ است میفهمن که اینجا کمپ است. همون چیزایی که برای کسی که مهاجر باشه یا داخل کمپ باشه برش لازم شه همینجا پیدا میشه دیگه. عزیزا اومدیم اینجا و این حالا که 5 بجه شده تمام همین مارکت ها و همین مغازه‌ای که در 4 دیوار هستک تمامش باز شده تا این شینی فروشی و اینا هم که هستک وقتی همین 1 بجه میشه بسته میشه دیگه. نمیفهم به خاطر چیه، یعنی تو گرمی هم نداره که بگیم به خاطر گرمی است یا خنک هم نیست زیاد که بگیم به خاطر سردی هواست. نمیفهم دلیلش چی است، پرسان نکنیم تانوس چون سخت است گپ زدن امروز از اینا، بخاطر زبانشون هم بلد نیستیم. ولی مردم خیلی خوش برخورد هستن، یعنی خیلی خوب برخورد میکنن امروز مردم و بسیار یک رفتار خوب و شیرین دارن همه خانمایشون اینا که به حساب خیلی خوب رفتار میکنن دیگه. عزیزا یکم پیشتر چون تاکسی اینجا پایین میکنه، یعنی اسکای آخرش همین قسمت است، کم پیشتر یکم پیاده روی داره که چی است، یک مارکت است که در برنامه قبلی هم براتون نشون داده بودم، گفته بودم دربارش مارکت چینایی هستک. البته 3 دانه مارکت چینایی است، باز امیش که در داخل کوچه است در سر چهارراه. این خیلی چیزای خوب داره، هم لباسای خیلی خوب داره، هم کفشای خیلی خوب داره، هم هر چیزی که لازم باشه همونجا داره. میرم همونجا به خاطر که نرخشم خوب است و هر چیزم دارم و همه چیزی که لازم دارم از یک مارکت میخرم و دیگه دوباره پس باید برم داخل کمپ که ناوقت نشه. و تا ساعت 8 مردم اجازه داره که در بیرون باشه. بعد از ساعت 8 هر آن کسی که بیرون رفته باید دوباره پس بیاد داخل کمپ که ما اصلا در تاریکی یادم نمیاد که بیرون بوده باشم. قبل از تاریک شدن هوا میشه داخل اتاق خود بودیم دیگه با اون خاطر. و چی از دوستا همین ویدیو که چند لحظه پیش شما دیدین قبل از اینکه من برسم اون ویدیو رو همه تو گرفتم، اجازه نبود ولی گرفتم به خاطر از اینکه شما بعض از قوانین رو ببینید و چشم خود که یعنی چه رقم است. همون نوشته که میکرد همون نوشته رو تا این برآمدن من نوشته میکنه با کارتی که شماره که داری کارت میزده که وقتی که میرم دوباره همون سفر رو پیدا میکنه و مثلا این طرفش نوشته میکنه مثلا فلان نفر که بیرون رفت دوباره پس آمد داخل. این تو قوانین اینا داره از خود دوستای عزیز دیگه. اینجا هم همین چهارراهیش هست که در سر چهارراه هم میوه فروشی است هم ترکاری فروشی است، ولی واقعا دوستا میوهش به اندازه میوه افغانستان مزه نمیده. تو که میوه افغانستان تازه و خوشمزه است، میوه اینجا قسم نیست ولی خوبه دیگه. با اون خاطر چون افغانستان طبیعی است همه چیزش، اینجا بیشتر مثلا طبیعی نیست، غیر طبیعی است بیشتر خوراکی ها و ایناش. دوستا یک مارکت چینایی و قسمت پایین است، یکی دیگه همون قسمت است سر چهارراه، یک دانه در داخل کوچه است. کوچه است خیلی که داخل کوچه است خیلی چیزای خوب داره، یعنی زیاد وسایل اینا داره، لباس همه چیز داره. این یک چهارراهیه که دوستای عزیز که فکر کنم در برنامه اول که آمده بودم براتون نشان داده بودم. و یک چیز دیگه است عزیزا که براتون بگم، خیلی یک شهر آرام است، یعنی یک شهر خیلی آرام است. و بخشش باشه دوستا، یکی از آشنا و فامیلا رو دیدم دیگه مقصد میگفتم یعنی شهر خیلی آرام است، یعنی اصلا بیروبار نداره. ما دخترها در بین خودم شوخی میکردن میگفتن که اینجا شهر مرده است، یعنی به خاطر از اینکه میفهمیم ما افغانا به هر چیز به خاطر از اینکه هیچ کس نیست. اگه در سرکام میبینیم یک افغانای خود ما هست، مثلا ماجرای داخل کمپ که هست اونا هستن. و تا جایی که من فکر کردم سنجیدم به نظر من از دیدگاه من اینجا کسایی هستن، خانه کسایی هست که یک ویلا دارن که در وقتهای رخصتی و هم به خاطر تفریح و اینا میان اینجا و در کل شاید داخل شهر زندگی بکنن و به مخاطر بیروبار زیاد هم نیست، مردم هم زیاد نمی باشه، کلا شهر آرام است، یعنی آدم میتونه که به حساب آرامش کامل زندگی بکنه. و برای کسایی که جای آرام دوست دارن خیلی یک شهر یک جزیره خیلی خوب است. باز آتن میگن که کم بیروبار داره و مردم بیشتر است اونجا دیگه. دوستا که هم پیشتر یک دانه مارکت است، میریم داخل اون مارکت و بعض لباسایی که کار دارم بخاطر برنامه و وسایلی که لازم دارم میخرم که بتونم برنامه‌های خوب عالی تهیه بکنم بر شما ایزا نشر بکنم و لذت ببرین از دیدن برنامه ها. تصاویر هم از اینجا ببینین و با من همراه باشین، مرد تنها نمونین. انشالله که دوباره برمیگردم داخل مارکت ببینیم که چی خبر است، رقم لباس ها داره و نرخش چه رقم است. بر شما از تمامش میگم و شما هم در بخش انتخاب لباس بر من حتما نظر بدید. با من همراه باشین در ادامه.
عزیز دوباره خوش آمدین و قسمی که میبینین من اینی پتلونا گرفتم. به نظرم خوبه، اندازه جانم هم است دیگه، همین بهتر است نسبت به دیگه پتلونا. و میریم اینا یک لباسم برازی شد میکنه و اینش یک ذره خورده، ولی پتلون خیلی خوب. فقط یکم پاچش دراز است دیگه، باید کوتاه کنم چون از این خوب در پیدا نمیشه. کلا من پتلونای کرانتر و آزادتر میپوشم که خوبه، مناسب است. یک جان خیلی خوب میگه و کالای چسب اینا نمیپوشم، قدر بهتر است دیگه. میریم یک لباسم برست میکنیم، یک پیرن اینا هم کارش میدادم، یک پیرنم برست میکنیم دوباره. دوستای عزیز بالاخره خوش آمدین و اولین روز که سرم شب شد وقت خریدن ساعتم اینا دیگه، بس چیزایی که لازم داشتم خریدم و دوباره آمدیم داخل کمپ و دیگه تاکسی گرفتم، به خاطر از اینکه دیر بود اگه نیم تو قدم زدن می آمدم برای شما از هم ویدیوهای می گرفتم، ولی گفتم خیر می خرید مهم است و باید وقتتر برم داخل کمپ، دوباره داخل اتاقم باشم. باز ادامه برنامه رو براتون حتما میگیرم و میگم چی خریدم. ولی دوستا قسمه که حدس میزدم متاسفانه لباس دراز اصلا پیدا کردن نتونستم، لباس که مثل حجاب باشه یا به خاطر حجاب اینا، چون مارکت های چینایی هست مکمل، یک سی دانه مارکت است که از چینایی هست و اونا اصلا لباس های دراز نمیره. خیلی پالیدم، من خاطرم دیر شد تا یک لباس نسبتا مناسب دانستم پیدا بکنم دیگه. آمدیم میریم دوستا داخل و براتون نشان میدم که چی گرفتم چی نگرفتم. اینا خریدم امروز خلاص شد، برنامه هم بر شما اجرا گرفتم. اگر برنامه خریداری و بیرون رفتن اینا رو دوست داشتین حتما برام بگین تا بیشتر براتون برنامه آماده بکنم دیگه. میریم به خیر از دل با ما همراه باشین ببینین که چی گرفتم. بالاخره یک لباس مناسب و منظم ست کردم که هم در برنامه بتونم بپوشم، هم راحت تر باشه و هم چون هوا اینجا خیلی گرم است. بچه‌های عرب است دوستان، عربی گپ میزنن دیگه. هم بخاطر برنامه مناسب باشه، هم نسبتا دراز باشه و چادر هم گرفتم بخاطر حجاب کردن اینا دیگه. هم چیزایی که لازم داشتم، بعض خوراکی هم نمیشه، من به خاطر همیشه گرفتم دیگه. عزیزا گفتم وقتی که میرفتم که اینجا تایم داره، باید قبل از همون تایمش دوباره داخل کمپ باشی، اگه نه باز مشکل پیش میاد، جنجال میشه دیگه. باید چون ما داخل می کمپ هستیم باید قوانینش هم مراعات بکنیم دیگه. عزیزان چهارده برنامه میبینین، در برنامه قبلی هم گفتم که عزیزان اکثرا کلمه که من میگفتم زندان خیلی گیر داده بودن دوستم. اگه اینجا از زندان کدام فرق داره؟ نداره. کمپای ترکیه هم همونطور بود ولی اونجا بلند بود، یعنی آپارتمانای بلند بود و همونطور اتاقا داشت. مطمئن نیست اتاقای جدایی باشه، یک سالن بود، بعد دم سالن مثلا اتاق داشت باز داخل سالن که مثلا شاید در یک اتاق 6 نفر 10 نفر خانما بودن همراه اشتکایشون دیگه. هم تو 4 طرف توسط سیم خاردار اینا پوشانده شده بود که گفتم به خاطر چی نگاه کرده بودن. و کمپای این کشورها مثلا ترکیه و هر کشور دیگه اینا مطور هسته که مسافران ماجرا اینا هستن، باز کانکسا داره و یا هم اتاقا و اینا داره دیگه. میریم از داخل، شما هم با من همراه باشین که ببینید چی گرفتم و انشالله در ادامه برنامه مرکن ها نمانین. دوستان هم کوشش میکنم همیشه و در هر جای بر شما از برنامه ثبت بکنم تا براتون من نشر برسانم و شما هم از دیدن برنامه هایم خسته نشین. و دوستا تا این برنامه ها رو در کل کم کردیم به خاطر از اینکه میبینین خسته کن براتون تمام نشه و تا آخر ببینید که به تمام سوالاتتان هم جواب پیدا شوه و چیز گنگ نمونه دیگه. حمایت بکنید عزیزا، بریم بخیر داخل که حالا رسیدم. دوباره ادامه صحبت رو داخل می داشته باشیم. خب دوستای عزیز آمدم خانه، داخل کانکس آمدم و وقتی که میای هم دیر شد. البته دوست دارم وقتی که میای باید از آن درازه دوباره قسم که براتون گفتم کارت نشان میدی، شماره کارت میگیرن. فقط بعض اوقات که خیلی بیروبار می باشه یا اجازه میده که از این طرف یعنی از در خروجی مردم بیاد داخل یا از داخلی بره بیرون، که متاسفانه ما بیرون استاد بودیم از داخل می آمدن، خیلی نفر زیاد بود تا که آمدن و اونا جابجا شدن یعنی رفتن دیگه
اونا رفتن بیرون، ما آمدیم داخل که باید در نوبت است چای تا مثلا نوشته میکنم و ساعت بیرون رفتن و اینا ده همشه. دوستا یگان چیزای خوردرزی خریده بودم را براتون نشان میدم که اینی پتلون بودی شلوالی که خیلی خوبه و جنسشان بسیار خوبش است دیگه. می پتلون گرفتم و بسیار چیزا نگرفتم دوستان، یک جوره گرفتم صحیح خوبش مقبول. امرای این لباسه که بسرش چی داره، یک دم گردن بند داره، لباس قبلیم که یک دونه گردن بند داشتی هم داره ولی خیلی قیمت است دوستان، خیلی لباس اینا قیمت است. من میخواستم لباس با ایجاب دراز بگیرم ولی متاسفانه گفتم که اصلا هیچی لباس دراز نداشته، ایجاب اینا اصلا نداشت. این لباس است دوستان، یک بلوزک دیگه، سرپتلونی هم خوب کلان است که مثلا در جان نمیچسبه و هم ساده است دیگه. سر همین شلوالی خیلی خوب میگه. و این چادر هم گرفتم که خیلی چادر که نازک هم خوب است به ایجاب کردن. به قسمی که من ایجاب میکنم خیلی اینا خوب است، خوب ایجاب میشه امروز. و یکم هم لوازم آرایش گرفتم، چند چیزکایی که لازم داشتم. یک دانه پودر گرفتم، ریمل گرفتم، هم چیزایی که دوستا ضروری بود که مثلا امروز آرایش میکردم نداشتم آرایش. از جلقات میگم با شما دیگه. یک دانه لب سیرین همراه خط لبش همون رنگ که همیشه استفاده میکنم دوستان، معمولا دیدین آرایشم قهوه‌ای است دیگه. یک دانه چیز همیشه به های هایلایتر استفاده کنیم، بخاطر جلا داره و هم بخاطر کانتور که رنگش خیلی خوب است. ببینید دوستان، یعنی اینا چیز بود مثلا بخاطر آرایش من اینقدر آرایش میکنم دیگه، از او بیشتر نمیکنم. باز لوازم زیادم که بخیر میشه، وسایلای هم زیاد میشه. چقدر افغانستان یادش بخیر زیاد داشتم. یک دانم دستمالتر و دیگه چیزای خوردرزی دیگه که اونجا مانده بشه که مثلا بخاطر سودای خانه کار بود دیگه. بخیر دوستا، بازی لباسا رو در برنامه بعدی حتما میپوشم دیگه، ببینیم که برنامه بعدی چی میگیرم. و این هم دوستا از یک روز خریداری و یک روز سپری کردن روز اومد داخل کم که بعض شرایط همچنان بر شما گفتم و دیگه این سبک بازار رفتن و ما سبک خرید اینای ما که خواستم با شما از هم شریکش بسازم بخاطر که بی برنامه نباشم، چون بعض اوقات 2 شب 3 شب میشه برنامه نشر نمیکنم، در صورت که می داشته باشم بیشتر وقتا اما یا ادیت شدگی نمی باشه یا اپلود نمی باشه یا هم مثلا دیر میشه. بعد تایم خود ما اینجا که هستیم دوستان، ما باید 6 بجه برنامه رو نشر بکنم، نهایت 6:30 بجه که با تایم افغانستان میشه 8 بجه 8:30 بجه و اگر 6:30 نشر کنم میشه 9 شب که باز اونمو تایم هست که مثلا باید برنامه آپلود شود. اگر از او بگذره باز برنامه تایمش، چون میفهمید دوستا یوتیوب باز قوانین داره، انالایز داره، تایم بخاطر اپلود داره، همه چیز که در کدام تایم سجست میشه بیشتر بیننده میبینن. و تایم هست که نمی کشورهای اروپایی تازه مردم از سر کار میایه از خستگی میکنه و برنامه رو میبینه دیگه. با ما خاطر دوستا دیر میشه که تا نشر میکنم یخ میبینم وقت 7 بجه شده، تا به تایم عادت کنم دیگه کم زمان گیر است دیگه. دوستای هم یک روز از خریداری و اینای ما بخیر انشالله دیگه برنامه هم میگیرم بر شما ایزا نشر میکنم و چون ادیت ثبت خودم میکنم و ادیت ایناش همش مربوط خودم میشه دیگه، بعضی اوقات نمیشه که سر تایم نشر بکنم. فقط شما ایزا خواهش میکنم که حمایت بکنین، برنامه ها رو ببینین و تا ما هم روحیه بگیرم برنامه های بهتر خوبتر تقدیم شما دوستاشتنی بکنم. و دوستای عزیز دیگه همتون به خداوند بی‌نیاز میسپارم، اینا رو جابجا بکنم. اتاق هم خوب صحیح یک جمع‌کاری نیاز داره، یک پاکاری نیاز داره دیگه. برای شبم غذا درست بکنم که دیگه شب شده، غذا نوشجان بکنم دیگه. خیلی دوستان دارم عزیزای دل، تشکر از اینکه برنامه های من میبینین، تشکر از اینکه من حمایت میکنین. هر کامنتتون برای من مثل یک دوای چی میگن معجزه است که وقتی که میبینم خیلی خوشحال میشم، خیلی تشویق میشم و روحیه بیشتر میگیرم تا بیشتر و بهتر برنامه ها رو تقدیم شما دوست داشتنی بکنم. خیلی دوستان دارم، تا برنامه بعد دیدار و تک تک دارم به خداوند پاک بی‌نیاز میسپارم. شاد و خرم کامگار باشین، زندگی و کامتان بدرود.